درود عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه. سانی هستم، برگشتم با یک انرژی خانی دیگه در خدمت شما نازنینان هستم. امروز میخوام انرژی خانی ماه به ماه انجام بدم برای عزیزانی که کات کردن، در واقع برای روابط کات شده ها، ببینیم که آیا برگشتی برای این عزیزان هست، آیا به صلاحشون هست برگردن یا اینکه بهتر این رابطه رو رها کنن و دنبال یک شروع جدید باشن. پس همراه من باشید ببینیم که تاروت چه پیشنهاداتی برای دوستانه که روابطشون کات شده داره. از دوستان فروردین ماهیمون شروع میکنیم. دوستان فروردینی عزیز، شما که روابطتون کات شده و نگران هستین، داره به شما این پیغام رو میده که یک بار دیگه این شانس به شما داده میشه، ولی این بار خیلی روابط بهتر خواهد شد بعد از این جریان جدایی و کات شدن، چون که شما هر دو نفر درس هایی گرفتین از این جدایی و تونستید که خودتون رو یکم نسبت به اون اخلاق بدی که داشتید آپدیت تر کنید و پی بردید که کجای کار توی رابطه باعث شده بوده که مشکلاتی براتون به وجود بیاره. شما بهتر میتونید در ادامه در کنار هم دیگه قرار بگیرید و انگار که خواست خدا بود که این جدایی و کات صورت بگیره که شما دو مرتبه در کنار هم دیگه قرار بگیرید، ولی این بار بتونید سازنده در کنار هم قرار بگیرید و روابطتون رو خیلی بهتر پیش ببرید. دوستان اردیبهشت ماهی عزیزمون، اردیبهشت ماهی عزیز، خیلی این رابطه به صلاحتون نیست که دو مرتبه ادامش بدید. انگار که یک مقدار شک به خیانت داشتید، انگار نفر سومی بوده، کلا یک نفر سومی بوده، هم میتونست احساسی توی رابطه شما دخالت کرده باشه، هم یک نفری بوده که میخواسته از روی حسادت یا هر چیزی این رابطه رو به هم بزنه و موفق هم شده با حرفا و حدیث هایی که در مورد شما زده شده. این رابطه بالاخره تمام شده. فرد احساسی شما الان شک داره که دو مرتبه بخواد برگرده یا نه و انگار که منتظر هستش که یه حرکتی بشه که دو مرتبه برگرده و این شخص دو مرتبه هم برمیگرده. انگار که براش ثابت میشه که اون نفر سوم حالا اگر خیانت بوده به دردش نمیخوره، شما خیلی ارزشت بالاتر هست. اگر کسی بوده که حرف و حدیثی زده و پشت سر شما بدگویی کرده، متوجه میشه که چیزهایی که در مورد شما گفته بوده همه اشتباه بوده و یک دروغ بوده و این شخص دو مرتبه تصمیم میگیره که برگرده به سمت شما. بریم برای دوستان خرداد ماهی عزیزمون. خرداد ماهی عزیز، برای شما عزیزان هم برگشت میبینم و یک چند نفر برای شما واسطه میشن، باعث میشن که یک سری مشکلات برطرف بشه و شما دو مرتبه به این شخص احساسیتون برگردید. اما این سری انگار شما دیگه چشم و گوشتون باز شده و حواستون بیشتر به رابطتون هست. انگار که از سمت شما بوده که این اتفاق جدایی که افتاده بوده بیشتر از سمت شما بوده، اشتباه از سمت خود شما عزیزم بوده و یک چند نفر جمع میشن صحبت میکنن یا بزرگترها میرن صحبتی میکنن در مورد مشکلات و مسائلی که شما با
کیس احساسیتون داشتین و به زودی این سوء تفاهم‌ها برطرف میشه. شما 2 مرتبه شانسی بهتون داده میشه که در کنار یکدیگر قرار بگیرید، ولی این بار میگم که شما کمی عاقل‌تر هستید و دیگه حرف و حدیث‌های دیگران روتون تأثیری نداره و دیگه اشتباهات گذشته رو نمی‌کنید. چشم و گوشتون باز شده و میدونید که کی دوست شماست، کی دشمن شماست، به حرف کی باید توی این رابطه گوش بدید و باید چی کار کنید. برای دوستان تیر ماهی عزیزمون تیر ماهی عزیز داره به شما میگه که برگشت به گذشته کار درستی نیست. حتی اگر کیس احساسیتون تصمیم میگیره که به شما برگرده و 2 مرتبه یک رابطه رو بخواید با همدیگه آغاز بکنید، چندان کار عاقلانه‌ای نیست. این رابطه تموم شده، اما داره به شما میگه که به زودی شخصی وارد زندگی شما میشه که این شخص خیلی خیلی بهتر از کیس قبلی هستش و شما میتونید در کنارش یک رابطه خیلی عالی داشته باشید. پس صبر داشته باشید، عجله نکنید. از سر تنهایی، از سر دلتنگی لطفاً به گذشته بر نگردید. به اون کیس عاطفی که در گذشته با شما بوده و الان جدا شده بر نگردید، رهاش کنید. کمی صبر داشته باشید، کمی تحمل کنید. یک کیس احساسی خیلی عالی که همه شرایط رو برای شما میتونه فراهم کنه، از نظر احساسات، از نظر عاطفه، از نظر حتی پول. این شخص به زودی وارد زندگی شما میشه. پس این اشتباه رو نکنید. اگر برگشت داشته باشید به کیس احساسیتون، باعث میشه که این شانس جدید رو از دست بدید. پس کمی صبر داشته باشید. دوستان تیر ماهی عزیزمون، دوستان تیر ماهی عزیز، دوستان مرداد ماهی عزیزمون، داره به شما میگه که برگشت به گذشته نیست و هر چقدر هم که دلتنگ باشید، درسته که کیس خوبی بوده، کسی بوده که میتونسته شما رو به سعادت برسونه، خوشبختی برای شما بیاره، اما دیگه این رابطه تموم شده. بهتره که دیگه بهش فکر نکنید و هیچ گونه برگشتی هم نیستش. درسته خیلی سخته از دست دادن همچین موقعیتی، اما دیگه این موقعیت از دست رفته و بهتره که به خودت بیای و قبول کنی که این رابطه دیگه تمام شده. متاسفم براتون، ولی امیدوارم که بذارید یک کارت دیگه براتون بندازم. کارت بعدی کارت 9 جام اومده. کارت خیلی خوبی هست، نگران نباشید. کیس بعدی که سر مسیر راه شما قرار میگیره خیلی خیلی آدم خوبی خواهد بود. یا حتی کلا کارت 9 جام به این هم اشاره داره که اصلا تو انقدر خودت تکمیل و کامل هستی که اصلا نیازی نداری که به فعلا کیس احساسی در کنارت قرار بگیره. تو خودت میتونی به خودت کمک کنی، میتونی به خودت حال بدی، مسافرت بری و کلا داره بهت میگه که خودت هم به تنهایی میتونی از پس همه این موارد بر بیای. اصلا نیازی نیست که کسی رو در کنار خودت بیاری که بعد از یک مدت این همه آسیب روحی بخواد به تو بزنه. یک مدت ها تنها باش، اما در نهایت در آخر کسی سر راه تو قرار میگیره که خیلی خوب خواهد بود برای تو و تمام نیازهات هم میتونه برات برطرف کنه، در صورتی که تو خودت هم خیلی کامل هستی از همه نظر و نیازی نداری که کسی قرار بگیره. ولی اون موردی که براش نیت کردی متاسفانه دیگه برگشتی نداره. بریم برای دوستان شهریور ماهی عزیزمون. شهریور ماهی عزیز داره میگه که یک مدت بهتره که اصلا کنار بکشی از رابطه احساسی. الان زمان تو نیست. الان زمان این هستش که به روحت و جسمت یک استراحت بدی. بهتره که خودت رو پیدا کنی. بهتره که دنبال یک سری آموزش هایی باشی. حالا این آموزش ها میتونه معنوی هم باشه، یوگا باشه یا
میتونه توی کلاس هایی باشه که روانشناسی باشه که بتونی خودت رو پیدا کنی و یک مقدار کنار بکش از این روابط احساسی و حتی از آدم هایی که به تو میخوان آسیب بزنن. الان زمان این نیستش که شما بخوای وارد رابطه ای بشی با شخصی یا کسی. دوستان مهرماهی عزیزمون، مهرماهی عزیز، شما هم برگشت ندارید به این کیس عاطفیتون که باهاش روابطتون به هم خورده. اصلا کلا میگه که این توی قضا و قدر و قسمت شما هم نبوده. شما خیلی تلاش کردین که نگهش دارید، خیلی تلاش کردین که یک جورایی در کنارش باشید، شاید حتی دعا هم برای این شخص گرفتین که در کنارش باشید و براتون موندگار باشه. اما داره میگه اصلا این نصیب و قسمتش با شما نیستش و شما هر چقدر هم بخوای تلاش کنی یا هر چیزی، اصلا با شما جفتجو نیست. شما هیچ گونه نقطه مشترکی با هم دیگه ندارید. پس رهاش کنید تا بره. دوستان آبان ماهی عزیزمون، آبان ماهی های عزیزمون داره میگه که شما برگشت به گذشته ندارید، اما این خبر خوب رو داره به شما میده که به زودی شخصی که از همه نظر کامل هستش، از همه نظر آدمی هستش که تمام موقعیت ها رو داره، این شخص به زودی سر راه شما قرار میگیره. پس چشمت رو باز کن و اون رو به زودی خواهی دید و ملاقات خواهی کرد و برات خیلی عالی خواهد بود. اصلا فکر برگشت به گذشته هم دیگه نکنید. دوستان آذر ماهی عزیزمون، آذر ماهی عزیزمون داره به شما میگه که برای شما داره برگشت رو، شما دو دل هستید که بخوای برگردید یا بر نگردید، اما داره به شما پیشنهاد میده که برگشت رو بر نگرد به این کیس عاطفیت. الان خودت هم سر دوراهی هستی. الان 2 نفر هستن که تو باید یکی از اینها رو انتخاب بکنی. میگه گذشته، اونی که گذشته توی زندگیت بوده رو بذار کامل کنار، اون رو اصلا رهاش کن. مورد جدیدی که سر راه تو قرار گرفته اون رو انتخابش بکن. پس به گذشته بر نگرد. کسی در حال حاضر در کنارت هست، کسی در حال حاضر تو رو میخواد، منتظر جواب تو هست. حتی اگر تو ندونی که کی هست، به زودی خودش رو به تو نشون میده و خودش این پیشنهاد رو به تو میده. پس بهتره که این گذشته رو بذاریش کنار و این جدیده که داره میاد یا هستش رو انتخاب بکنید، چون برات خیلی بهتر خواهد بود و قدر تو رو بهتر خواهد دونست. دوستان دی ماهی عزیز، دی ماهی عزیز داره به شما میگه که شما از این حالت پا در هوا بودن و انتظار کشیدن به زودی بیرون میاد و یک حرکت اون کیس احساسی و کیس احساسی شما برای شما انجام میده و بازگشت به سمت شما خواهد داشت. بذارید من یک کارت دیگه بکشم. ولی اینقدرها شرایط خوب نیست. شما 2 مرتبه به این شخص برمیگردید، شما 2 مرتبه در کنار این شخص قرار میگیرید، اما باز هم مشکلات گذشته هستش، وجود داره، چون اصلا این مشکلات رو سعی نکردید با کمک همدیگه حلش کنید، بشینید و در مورد این رفتارهاتون که هر کدومتون دارید توی رابطه صحبت کنید تا بتونید این مشکلات رو حلش کنید. باز هم این مشکلات هست، باز هم جدایی هستش، ولی شما نمیتونید بدون هم. 2 مرتبه به همدیگه برگشت خواهید داشت و در کنار هم خواهید بود، مگر اینکه یک مشاوره برید، مگر اینکه بشینید مشکلات رو با هم دیگه صحبت کنید، حل کنید. یعنی همینجوری وارد رابطه نشین، چون بدون صحبت کردن، بدون حل کردن مشکلات، اگر وارد رابطه بشین 2 مرتبه رابطه به مشکل برمیخوره.
دوستان بهمن ماهی عزیزمون، بهمن ماهی عزیزمون داره میگه که بهتره که یک شروع جدید داشته باشی. بهتره این که به گذشته بر نگردی. 2 مرتبه تو اصلا خودت هم تو این فکر هستی که یک شروع جدید داشته باشی، یک شخص جدید رو ملاقات بکنی. میگه برات خیلی عالی هستش. این شخص خیلی موقعیتش بهتر از قبلیه هستش. اصلا منتظر نباش که برگرده، یا اصلا شاید خیلی هم خودت هم توی دلت نخوای که برگرده و دوست داری بری یک امتحان جدید بکنی، یک شروع جدید داشته باشی، یک شخص جدید رو ملاقات کنی، دیت جدید داشته باشی. داره میگه برات خیلی عالیه این چیزی که به دلت افتاده، به ذهنت افتاده، انجام بده و وارد یک رابطه جدید و نو بشو. چیزی که در گذشته بوده رو اصلا فراموشش کن. بریم برای اسفند ماهیای عزیزمون. اسفند ماهی عزیزمون داره بهتون میگه که گذشته در موردش فکر نکنید، تموم شده، به فکر برگشت نباشید و حتی اگر کیس احساسی شما که در گذشته با شما بوده و با شما رابطه رو قطع کرده 2 مرتبه به سمت شما برگرده، باز هم روابط خراب میشه. خیلی نه گنده داره به شما میگه که حتی اگر این شخص اومد شما باهاش وارد اون رابطه احساسی دیگه نشید. این شانس رو 2 مرتبه بهش ندید. انقدر خودتون و برنامه‌هاتون رو عقب نندازید و توی رابطه با این شخص 2 مرتبه نرید و این شخص رو بذاریدش کنار. اصلا گذشته رو فراموش کنید، چون اصلا برای شما شانس نمیاره و سعی کنید یک راه جدید پیدا کنید، یک شخص جدید پیدا کنید و اصلا به گذشته فکر نکنید، نگاه نکنید، برگشت نشه. اصلا همه کارت هایی که مربوط به گذشته است به صورت برعکس تو این ریدینگ برای من اومده و من هر چقدر بگم که به نفع شما نیست به گذشته برگردید اصلا کم گفتم. تمومش کنید چون خیلی به شما آسیب میزنه از نظر روحی. کلا گذشته به شما آسیب میزنه. هر چیزی که مال گذشته است رو تموم کنید، رها کنید و بهش فکر نکنید. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. لطفا برای من لایک و کامنت بگذارید، چون کامنت ها و لایک های شما برای من دلگرمی هستش. میدونم که من خیلی کم پیدا هستم و کم ویدیو درست میکنم، اما لطفا شما از من حمایت کنید. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و یاورتون باشه.